هی رفقا چطورین؟ امروز اینجاییم که یه ماشین داغون رو برگردونیم به روزای اوج خودش. بریم که داشته باشیم. So you wanna be a player, but your wheels ain't flying. You gotta hit us up. خب رفقا امروز اینجاییم که ماشین بنده خدایی که اسمش امیره رو بگیریم حسابی سر سامون بدیم. وضع ماشین اصلا خوب نیست این ماشینه، ولی ما قراره رایگان این کارو براش کنیم. بریم ماشین رو ببینیم. این دیگه چه وضع موتوریه؟ تا حالا یه بارم این موتور این شکلی ندیده بودم. فکر کنم هر روز داشته با موتورش کشتی میگرفته. عجیبه. وضعیت چرخش افتضاحه. از اول تا حالا یه بارم عوض نکرده لاستیکو. اوه اوه چه بوی میده صندوق. فکر کنم هر روز باش ماهی داشته بار میزده. اگزوز ماشین این خاور داره دود میکنه. چرا عقباش هم شکسته همه رو چسب زده. میدونین؟ فکر میکنم حسابی قراره درمون سرویس شه. این ماشین اصلا وضعیت خوبی نداره، ولی نگران نباش، یه چیزی میکشم بیرون امیر تو خوابش هم ندیده باشه. به نظرتون واکنشش چیه منو ببینه؟ به نظرم حسابی سورپرایز میشه. رفقمون اصلا خبر نداره که قراره امروز بیام ماشینشو ببرم. به نظرتون واکنشش چیه وقتی زنگ در خونهشو بزنم؟ او بچه‌ها بریم که داشته باشیم. بابا اومد چقدر زنگ میزنی؟ اومدم. دهنمونو سرویس کرد نذاشتن ما بخوابیم. کی آخه الان زنگ میزنی وقت شب؟ به سلام آقا امیر، حالت چطوره؟ منو میشناسی یا نه؟ دیگه بالاخره باید حسابی برنامه دیده باشی یا نگو نمیشناسی که اصلا کلامو میره تو هم. امروز دیگه نوبت ماشین توه. این کیه دیگه؟ چی میگه واسه خود؟ خب امیر خوب گوش کن ببین چی میگم که قرار حسابی شوک بشی. چرا؟ چون من اینجا امروز قرار رایگان ماشین تو رو تمام چیزاشو عوض کنم. قرار ماشینت حسابی خوشگل بشه. یه چیز محشر میخوام ازش بکشم بیرون. تو خوابت هم نمیتونی تصور کنی چی تو سر منه. میدونم باورت نمیشه ولی ببین دنبال سویچی؟ بیا بگیره برو. یعنی واقعا هیچ سوالی نداری؟ نه اصلا هیچ سوالی هم ندارم. نمیخوای بدونی ماشینت کجا میره؟ نه ببین اصلا واسه مهم نیست، فقط سویچو بگیر. اصلا شاید دزد باشم. ببین میخوای هر چی باش، فقط سویچو بگیر. بابا تو خیلی باحالی. بیا بگیر سویچو. بده من سویچ. بابا این دیگه چه وضعشه؟ این مدلشو تا حالا ندیده بودم والا. بریم ماشینو برداریم ببریم گاراژ دیگه، چیکارش کنم؟ اصلا براش مهم نیست. خب رفقا ماشین آوردیم گاراژ. اولین چیزی که میخوام واسهتون عوض کنم این دورگیرگیرای پوسیده است. اینو میندازیم دور، یه دونه دورگیرگیر آتیشی میاریم جاش. جان همینو میخواستم، آره الان شد یه چیزی. سپر جلوی ماشین رو باید بزن تو موزه دیگه، انقدر پوسیده و قدیمی و زنگ زده. شما میری کنار و یه سپر اسکلتی خفن میاد جات. آها تازه داره ماشین رخ میگیره. بریم برای مرحله بعدی. آها اینه این سپر عقب، 3 سپر جلوه. جوف اسکلتی انداختیم، کار قدیمی و خفن. یه دبل اگزوز نوبم اومد جای اون اگزوزای زیقیش. تازه ماشین داره میشه ماشین. ببینیم دیگه چیا میخواد. به سامان طراحمون گفتم یه ست چراغ عقب جلو هم طراحی کنه واسش. سامان بنداز ببینیم چه کردی. بابا سامان دم طراحیت کرد. کار دهه 90 آمریکایی فقط. آفرین. بریم مرحله بعدی. فعلا بچه ها رفتن یه رینگ خفن واسه این ماشین بیارن. بریم ببینیم چی پیدا کردن. قرار بر این شد که سبک قدیم رو با سبک جدید تلفیق کنیم. پس این رینگ اوزد مشتی و واسه سفارش شدیم و انداختیم زیر ماشین که یه شبح زیبا بشه توی شب. و اما از اونجایی که این پیرمرد خسته سالهاست تکونه اساسی نخورده،
یه پنوی خوب بستیم قشنگ تکونش بده. آره حالا وقت نقاشیه. این شما و اینم همون پیرمرد خسته بوگردی. ببین چه کاری شده. خب رفقا دیگه وقتشه این جواهر رو بریم تحویل صاحبش بدیم. بریم که داشته باشی. خب رفقا این بار به نظرتون واکنشش چیه؟ منم خیلی مشتاقم که بدونم. بریم با هم ببینیم. واقعا دوست دارم بدونم هنوزم میتونه بی تفاوت باشه یا نه. ببینیم با دیدن این جواهر هوش از سرش میپره یا نه. بریم. ای بابا دهنمون رو سرویس کردن. باز کیه این وقت شب زنگ میزنن؟ یه خواب خوشم نداریم. آقا امیر بالاخره اومدم سراغت با یه جواهر خاص. جواهر چیه این وسط؟ اومدم با یه جواهر تک، با یه کار خاص که مثلش نیست. از امروز قراره مثل یه ستاره تو خیابونا بدرخشی امیر جون. حالا آماده ای با هم بریم کارو ببینیم همینجا خوشیت بزنه؟ بریم ببینم چی میگی تو. سرویسمون کردی. معلومه خوشت اومده و منتظری ببینی چه ماشینی واسه جمع کردم آجمی. بری سریع تو خیابونا 4 تا دور دور بکنی اشغال کنی ها. امیر این تو، اینم همون ماشینی که تحویل من دادی. شاید الان نشناسیش ولی امیر کجا رفت؟ ای بابا امیر الان پشت سر من داشت میومد که. کجا رفت بازی؟ اینا پاد درد نمیگیره؟ پله اختراع شده. این وقت شب خیلی زرزر میکنی. خب بگو ببینم از این رینگایی که انداختم واسه خوشت اومده؟ امیر داری میشاشی؟ امیر دارم حرف میزنم اینجا. من میبینم به دلت نشسته و حاج امیر خوشت اومده. الان به این گوه تو میگی قشنگ افتخارم میکنی؟ ببین ریدی. نمی اومدم سنگین تر بودم. دوزگرشو بزن امیر. ببین چه چراغایی وسط کار کردم شبهی. کرکره مغازه رو انداختی رو چراغا؟ این پخش نور نداره. نظرت راجبه این اگزوزا چیه امیر؟ تو به این دستبیل میگی اگزوز؟ بله درست. صندوق تو دادم بچه ها قشنگ شستن و بوگیری کردن. یه 3-4 تا تلفاتی داشتیم ولی خب دیگه باید تمیز میشد. بچه ها گوه خوردن با تو. ریده تو صندوق عقبش. بوی گوه ازش میاد. که این بدبختی تموم میشه. یکم بشین پشت ماشین لذتشو ببر. اون دکمه‌های بغل فرمونو میبینی؟ بزن ببین چجوری ماشینت میپره. میبینی؟ خوشت اومده با. این چه مسخره یا؟ ولی خدای خودمونیم و حیف این همه ظریف کاری و اسکلت کاری که رو سپر این ماشین کردیم. این گاوا ببین دنبال سوی چی؟ بیا بگیرم. جواهر چیه این وسط؟ الان به این گوه تو میگی قشنگ افتخارم. بچه ها گوه خوردن با تو. این چه مسخره یا؟ ریدی با این مردنت. الان مثلا مردی؟